سلام. امروز اومدیم خدمت یکی از مشتری عزیزمون. مجموعه مرغداری هست و مشکلی که رو بانک خازنشون داشتن خرابی رگولاتور بوده و یه سری موردایی که بر سر سیم کشی بوده. یه نکته رو خواستم خدمتتون عرض بکنم. برای نصب یه سری از رگولاتورها شما باید حتما این موضوع رعایت بکنید. از فازی که برای CT استفاده کردین برای ورودی رگولاتور حتما از دو فاز مخالفش استفاده بکنید که رگولاتور تو محاسبه دچار خطا و اشتباه نشه. اینم نصب یه دونه میکروخازن برای مصارف ریز و اصلاح خلای بین پله‌های بانک خازن.